سلام بینندگان گرامی، شما بیننده چینل آینه مدیا هستید. من دوست محمد حسنی در خدمت شما برای معرفی وبسایت سازمان ملل متحد. اینکه شما چگونه بتوانید عضو کارمند سازمان ملل متحد در کشور که شما موقعیت دارید شوید و پس تا آخر این ویدیو را بیننده باشید. خب بینندگان گرامی، همه قسمی که میبینید شما بیننده سایت سازمان ملل متحد یا UNHCR هستید و سایت سازمان ملل متحد در 135 کشور جهان 20739 کارمند دارد و اگر شما میخواهید که عضوی از این کارمند شوید، پس در اینجا شما میتونید که راجستر شوید و صاحب کار مورد نظرتان باشید. من لینک این وبسایت رو در قسمت دیسکریپشن ویدیو میگذارم. شما میتونید با کلیک نمودن روی لینک به صفحه مورد نظر راهنمایی شوید و در اینجا قسمت که نوشته هست که refine your search میتونید یه کشوری مورد علاقه تون را در اونجا، کشوری که در اونجا موقعیت دارین شما پیدا کنید و در کل 122 وظیفه در اینجا وجود دارد. شما مثلا میین در روی وظیفه‌های مختلف که در اینجا وجود دارد خب روی شما که وقتی روی سرچ کلیک کردید به اینجا میین، شما کشوری که در آن قرار دارید شما انتخاب نمایید. کشورهای مختلف دنیا در اینجا هست، از جمله افغانستان و تمام کشورهای دنیا در اینجا هست. تمام کشورهایی که در اونجا دفتر سازمان ملل متحد وجود دارد میتونید در اینجا پیدا کنید، بجز از ایران که در این لیست نمی باشد. ما خب پیدا نتونستیم. فرض مثال شما روی افغانستان هستید، روی افغانستان کلیک میکنید. افغانستان کلیک کردید، 3 وظیفه در افغانستان برای فعلا مانده شده است که روز گذشتم هست، در بخش مدیریت اطلاعات هست و در کابل، موقعیتش کابل افغانستان هست و یک رشته دیگر در گردیز افغانستان هست و رشته دوم بازم در گردیز افغانستان هست. همین 3 تا در افغانستان بر فعلا وجود دارد که 3 تا وظیفه که شما میتونید همین حالا اپلای نمایید و در این رشته و اگر شرایطشون داشتید حتما کامیاب میشوین و صاحب وظیفه میشوین. مثلا فرض مثال روی Information Management Associate کلیک میکنیم، بعد شما را در صفحه بعدی میارن که حتما شما از زانی که این وبسایت را حالا بیننده هستید میخواهید که در سازمان ملل عضو کارمند سازمان ملل شوید، حتما انگلیسیتون خوب باشد. میتونید اینو را چک کنید و اگر شما واجد شرایطشون هستید، واجد شرایط بودید، میتونید اپلای نمایید. یعنی اینجا وظیفهش نوشته است، لایحه وظایفشون چی کار باید کنه و قسمت پایین مینیمم کوالیفیکیشنشون هستن، تجربه کاریشون چند سال باشد و کدام دیپلم داشته باشد در اینجا شما میبینید و چنین سرتیفیکیت لیسانس هم داشته باشد و چیزی که مربوط به این وظیفه میشه در اینجا وجود داره. وقتی شما بخواین که اپلای نمایید، بعد از اینکه شما تونستین تمام این موضوعات را مطالعه کردید، در قسمت سالریشون، معاششون هم روی اینجا لینک کلیک میکنید. سالریشون در اینجا هست که شما به شکل PDF میتونید باز کنید. مثلا یک نمونه رو براتون باز میکنیم. اینجا اینه تمام مشخصات معاشات نوشته هست، لیولای مربوط میشه شما با کدام لیول کار میکنید، با کدام لیول وظیفه دارین.
شما میتونید معاشات را در اینجا لیستش را ببینید. وقتی که شما این شرایط را خواندید و روی اپلای کلیک کنین، روی اپلای که کلیک کردید در اینجا شما در این صفحه شما رو میاره که شما مثلا از طریق مثلا میتونید که همون رزومه یا سی وی تون رو میتونید در اینجا اپلود کنید و یا اپلای منولی یا مثلا خودتون اگر راجع سر نیستین مثلا دوباره میتونید از نو ایمیلتون وارد کنید و در اینجا پاسوردتون رو وارد کنید و سی وی تون رو در اینجا میتونید بفرستید و انشالله که کامیاب شوین با شما. اگر شارت لیست شوین کامیاب شوین با شما از طریق ایمیل با شما حوال داده میشه. خب دوستای عزیز، ما یک نمونهش هم باز کردیم در کشورهای مختلف دنیا. میتونید که پیدا کنید در اینجا نوشته کنید هر کشوری که بنویسید و غیر از ایران دیگه کشورها وظیفه‌های مختلف پیدا میشه. خب دوستای عزیز، من فقط این وظیفه رو برایتان معرفی کردم. شما خودتون برین در جستجو کنید و معلومات رو بخونید. اگر شما واجد شرایط بودین شما راجستر شوید و موسیویتون بفرستید برای ایمیلتون. یک ایمیل قبولی برایتون میاد. علاقه مندی بشین ویدیوها دارید چینل ما رو حتما لایک و سابسکرایب نمایید تا از شما اولین نفر باشید که از فرصت های مهاجرتی و از فرصت های تحصیلی با خبر شوید. الله یارو، خدا حافظ.